برو پوچ کن پوچ کن دیگه. تو دست اینه ولی نمیدونم دوستی رو فهمیدم اونا نه. میرسل فلولارنا خوشم فکر میگم قانونش 3 قلمه ماست، آرد، تخم مرغ با 3 قاشق شکر. اینجا 4 تا بکنید. من دیگه داشتم فلسفی فکر میکردم گفتم نه خال عقاید من اونجوری یه گوشه برگردون پست اینستاگرام دوباره میرم یه وقت دیگه میاد میدونه که مثلا من شدم مامان خونه جار زدم اینجوری میاد من جارویی نمیبینم. نمیدونم. روزتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین. ما امروز نهار خیلی یهویی سرزده اومدیم خونه سیمین جون و قرار دوره هم باشیم. منم گفتم براتون ویدیو بگیرم. اون سری گفتی ستاره جون زیاد استرس نداشته باش، این صندلی رو داشتیم و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، ولی من اینجوری تکون میخوره میگم خدای نکرده یه چیزیش نشه. اینا هم این میرن میان اینا این تکون میدن. نکن آقا نه. من میگم یه چیزیش میره گردن من میفته بابا جان. فقط اینا خواهر من چرا شبیه مامان اینو اینجوری لایه روش پارچه و اینا یه لایه خانم یه لایه دو تا خواهر نه من. عزیز من یه لایه است اونجوری پارچه هم بزرگ بود عزیز من. خب پارچه بزرگ بود دیگه 2 لا گذاشتی دیگه. قبولم بزنش ببرم که آقا درود دوستان، امیدوارم که از جلسه شاد و خوش و خورم باشید. گرفتاری یا خانم ساعت نمیگه. آخرین باری که ما شام خورده بودیم ساعت 1-2 خورده بود. نهارمون 4 نمیگه. حالا خونه سیمین جون ما به ساعتی که اعتقادی نداریم، هر موقع دلمون بخواد شام و نهار میخوریم. اونش هم به خودمون ربط داره. سلام، خوبی بچه‌های عزیز، دوستای عزیز ستاره، انشالله حال شما خوب باشه. خیلی ممنون، سلامت باشی، همیشه خوب و خوش باشی. سیمین جان اومدیم خونه سیمین جان نهار الان ساعت 4:30. من از گشنگی بیحال شدم. چرا هیچی نخوردی ما در جون دیگه زن صبحانه با اینا خوردم، بس داره اینا صبحانه خوردن دیگه، نهار دیگه دیر خوردیم دیگه. اومدیم خونه سیمین. یه چی تعیین تکلیف میکنه. درسته ما سرزده اومدیم به من میگه اینا رو نازک برش بزن. بله. خودم تصمیم میگیرم که بله. هر ساندویچ چقدر باشه. یعنی بله خانم سلام بچه‌ها، روزتون بخیر باشه. سعادت داشتم که ستاره جون، اکرم جون، مامان عزیزم آرده و زینب عزیز از پشت تلفن به من میگن شالت بد مونده خانم. خوب شد عزیزم. اینجوری میخواد آره همینجوری بود. سعادت داشتم که در خدمتشون باشم. خیلی خوشحالم که اومدن. امروز غذا با غذاهای دیگه خیلی فرق میکنه. همین پاش پل خودش نمیشه که خانم. اصلا فست فود اصلا دیگه این دست کار منه. حالا ببینیم چیه خوششون میاد نمیاد. ما روزتون بخیر، جاتون صاف. سیمین همیشه ما رو یک دفعه‌ای صدا میکنه الان بیایم، ما هم دیگه مجبوریم بیایم و سگ اخلاقم. یعنی ببینی همجی گفتم باید میومدن رو حرف من حرف نمیزنن تو این خانواده. من تصمیم‌های مهم و من میگیرم. کی چی خانم دست نزن، انگولک نکن از پشت اون. بله خانوما اگه اجازه بدین هستی جون هم یه سلامی عرض کنه. بچه میخواست استراحت کنه، ما طبق معمول اومدیم اینجا. ولی واقعا جمله درستی رو گفت. اگر اجازه بدید منم اعلام حضور کنم تو این بکن ویدیو. مادر بکن، من برای این میرم برای این خانومی دستو بیار ببوسم. دوستای خوشگلم چطوری؟ میدونم چند وقت من نگیم دلتنگ من شدین، اما دیگه چیکار کنم دیگه. یک آدم هستی و کارا هستی اینجوری گفت میدونم دلتون واسم تنگه اما کاری از دست من برای شما بچه جون قرچ یکی از چیزای مورد علاقه منه. اینو بدونین چون بگو به خودم قبول کردی. هر کدومو که درست میکنم یه دونه رو باید ازش بخورم، در نهایتم بدونم کامل. الهی بمیرم یاد امیرعلی میافتم. اومده بود خونه ما، بعد گفته بود که من میتونم کمکت کنم. گفتم که نه نمیخواد. هی اصرار اون اصرار من. خلاصه داشتم گردو پوست میکردم. گفتم خب باشه بیا من هر کدومو پوست میکردم مثلا خورد میکنم تو پوست بکن. هر یه دونه ای که خداش شاهده یه دونه رو پوست میکرد میذاش، یه دونه رو پوست میکرد مینداخت انقدر من خندیدم. آره انقدر بامزه بود کارش. اونم عاشق این تو میدونی چرا مایا غذا نمیخورن همه؟ چرا؟ تو که دلتون پر آبه. الهی بمیرم. الان یه عده میام میگم مسخره. بچه‌ها مسخره نمی‌کنیم. آخه چرا
بعد ما شاید واقعا خیلی ها اینجوری نباشن ولی ما عادت داریم بچگونه خودمون خواهرام حتی با هم بچگونه صحبت میکنیم، یعنی منظوری نداریم، نه اینکه داریم امیرعلی رو مسخره میکنیم یا ادای امیرعلی رو در میاریم. ما از قدیم هم همینجوری بودیم. اکسلار پره. این غذا رو خانم با خودشون کوکو رو آوردن. منم یه غذای فست فودی میخوام درست کنم. خیلی کار دارم وقتم خیلی سرم شلوغه. سلام خوشگله من، حالتون چطوره؟ امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. دیدم که خیلی دلتنگمید، گفتم هر جور که شده باید توی این ویدیو بیام. بچه‌ها توی این ویدیو میخوام از یه چیزی رونمایی کنم. من یه دونه کیف خریدم، خیلی زیباه، خیلی قشنگه و دوست داشتم که به شما نشون بدم چون شما عزیز دلم هستید. تادا بچه ها جون از برند پرادا هستش، کاملا کیف با کیفیت، داخلش آستردوزی شده. اینو بچه ها جون میدونم که شما هم دوست دارید که بخرید، اما متاسفانه خبر بد براتون دارم برای اینکه اینو اختصاصی فقط برای من دوختن. از چرمش از کالیفرنیا و زیپاش از کانادا و همچنین این لیبلش از آمریکا و خودش در نهایت توی ایتالیا دوخته و رسیده به دستم. بله 1,600,000. شاید فکر کنید از من بعیده، درست فکر کنید چون این مال ستاره است، اما چون ما جور بریز خواهر من خب که دیگه این با همین نونا بس بیاد. تو آره دیگه کم نه دیگه بعد من خجالت زده این گروه نشم. دوستای عزیز دستم قشنگ شسته. خوبه دست تو خانم طلا هر دقیقه تو آب هانی. چرا اونا رو از وسط نصف کردیم؟ دوست دارم یه دونه چاقالوی کامل. اینا یه چاقالوی کامل هم اونجا داری. مرسی. چی بکنم؟ چاقالوی کامل، چاقالوی نصفی. آخه خانم غذا میدی، پذیرایی میکنی، ایراد میگیرن. انتظارات میره بالا. بچه‌ها جون اینجا رو بگیم ستاره جون. قشنگ بمب انرژی. بچه‌های عزیز، بچه‌های عزیز، ببین از چه دست کمالی من تو همه غذاها دارم. اصلا فست فود از بمب انرژی خورشتی چیز گیلانی. به نظرم اینا رو برداریم بریم شهرداری بفروشیم. ولی این قرارش سس قارچ. ببینم اینجا چیکار دارم میکنه. یا قارچ ببینم اینجا چیکار میکنی. الان این قارچو تف میدم با اون، پنیرم باهاش حل میگیرم. سس قارچ شد جالب. نه دیگه خانم تو کار من دخالت نکن خانم. دیگه بعدم میاد خانم ها تو کار خاله آدم دخالت نمیکنه. داشتم اگر 1% مثلا به جای قارچ سس قارچ اونم بذار ببین خاله چی میخواد بکنه. یه ذره اجازه بده. بذار خاله کار خودش، مهمانی میای دعوت میکنی، پذیرایی میکنی، ایراد میگیرن، نظر میدن. بچه‌ها کوکومونم که همیشه به راه اکرم جون درست کرد. دستش در نکنه. اومد اینجا بچه‌ها با خودش آورده بود، موادش آماده داشت. کوکوی مرغی که قبلا آموزشش هم گذاشتیم. خیلی سریع آماده شد. میتونین خانم‌ها توضیح اگه خواستی حتما دایرکت. من بهتون میگم این ساندویچ چجوری درست میکنن. مثلا 2 ساعت اینجا هستم خانم، 2 ساعت. ستاره روی اینم زده پنیر پیتزا ولی خیلی خوشمزه. خانم دست نزن. اون موزارلاه. نزده موزارلا ولی موزارلاه مطمئنم. اگه اجازه میده پنیرامو بهم بده. ببینم. بچه جون این برن تبلیغ نباشه خیلی خوشمزه تبلیغ نمیدم. درود دوباره. من دیدم دیگه این دوستان خوابیدن، قصد بیدار شدن ندارن. من دیگه حوصله‌ام سر رفته بود. شاید باورتون نشه که ستاره هم خوابیده بوده. بعد دیگه من حوصله‌ام سر رفته بود، گفتم ذره اینجا کارهایی که باید بکنم بعد اینا بیدارشن انجام بدم. ظرفا رو شستم، چای رو زیرش رو روشن کردم، گفتم خوشکارم سرخ بکنم، ناخونم تازه لاک زدم تو این بین. حالا گفتم که این سرخ باشه دیگه بریم بقیه رو بیدار کنیم. الان ستاره جون که بیدار شد، حالا بعدش بریم بقیه رو بیدار کنیم. بسیج میشی که بیدارش میکنی. آخه مهمونی باید بخوابه، اینو گرفتن خوابیدن. مثلا خیلی بدن میردن به مهمونی. بعد اون غذای چرا و چیلی واقعا خواب میچسبید. هر کی یه سمت خوابیده. الان یه سری میگید که عادل الهی بمیرم چرا رو کاشی، چون گرمایه رو کاشی خوابیده. مامانم حالا سرد و اذیت میشه آدم، ولی چیکار کنیم دیگه دوست دارم. من رو مبل خوابیده بودم، برم صداشون کنم
که چای بخوریم. خوب خوابیدی یا؟ بچه‌ها من اومدم اینا رو بیدار کردم. من که عقلم خواب نبود، داخل اتاق بود به همراه هستی جون. اومدم گفتم خبر داری زینب چیکار کرد؟ اینا بودن چی مگه نخوابیده بود؟ گفتم نه، مثلا ما خوابیدیم، رفته ظرفا رو شسته، داره خوشخوار سرخ میکنه. اینا با هیجان اومدن. خلاصه که اکرم جان ما حالا از زبان زینب بهش یه توضیح خیلی بامزه‌ای داره میگه. بیا بچه‌ها جون، مامان هم یه سری اخلاق خیلی جالب داره. اینطوری که مثلا یه کاری انجام میدی، میاد میگه دیدی دختر من که میدونه سالم، بعد که مثلا تعریف کرد 3 ثانیه نمیشه بگه حالا بکوده نکوده ایت کار بکوده. یعنی چی؟ یعنی که حالا بعد از فراغ ناقان یه حرکتی هم زد، یه کاری کردی حالا اونقدر مهم نبود. خب یعنی طوری که برده اولش تا فرش تا عرش، بعد یه تیر میزنه تو میافتی یهو به فرش. بعد دوست داره بعدم ناراحت میشه که تو چرا میگی من این اصلا تعریف میکنم نمیگی. بعد مثلا اینجوریه که مثلا تو خونه مثلا جارو زدی، خب مثلا میاد میدونه که مثلا من شدم من خونه جارو زدم، اینجوری میاد من جارویی نمیبینم، نمیدونم واقعا انتظارش از جارو زدن چیه. بعد یا مثلا این گوشی باید بیاد اینجا، مثلا من اگه اینو نیارم میاد میگه یعنی من باید همه چیزو به تو بگم، تو نمیدونی اینجای من بذارم. یعنی من آدم باید به تو بگی دیگه، شما خدا آدم محتاج بچه‌هاش نکنه خانم. بعد حالا اگر من این رو یک روزی تو خب مامانم اون سری گفت اینجاش اونجا، اینو بردارم میرم اینجا، اومد میگه کی به تو گفت اینو دست بزنی؟ یعنی تو همه کار سرتو بندازی، یعنی باید همه کارو دیگه خودتو بندازی توش دیگه. یه چیز بگم، البته من فکر کنم که الگوی این خواهر عزیزم مادرم باشه، چون مادر ما همین کارو میکرد. من هر وقت جارو میکردم این مبلو برمی‌داشتم زیرشو جارو این بعد حالا مثلا یه موقع میبینی چش آدم نمیبینه، یه آشغال که میدید آره دیگه نمیدونم جارو زدی اصلا نمیدونم زیر فرشو تمیز کرد خدایا. دقیقا این داستانو من داشتم. تو اتاق چی میگه وای دختر من این کارا رو کرده، من فکر کردم سیمین کرده اونجا داره برای خودش سر صدا میاد، برای خودم نذاشتم. گفتم مادر من برای خودش از صبح خسته نهار درست کرد برای تو اینجوری خب مادر که ما رو دعوت کردی خانم، ما نمی‌خواستیم ماما ناراحت میگه داد نزن. خلاصه که بیدار شدیم. ما قرار بود امروز بریم بیرون، متاسفانه چون بعد غذا انقدر چرب و چیلی و خوشمزه بود دیگه همه خوابمون گرفت. البته خب یه سری که نخوابیدن ولی ما چرت زدیم. اینو بردم اتاق میگم خاله بیا بریم اونجا برای خودم دراز تخت فلان. گفت باشه. گوشی برداشت بعد یهو برگشت گفتش که چی هستی به نظرت اون دنیا قشنگه که مردم این دنیا نمیان بر نمیگردن؟ مثلا گفتش که اون دنیا خیلی خوش میگذره که مردم میرن دیگه بر نمیگردن. من دیگه داشتم فلسفی فکر میکردم، گفتم نه خاله عقاید من اونجوریه. یه گوشه برگردون پست اینستاگرام دوباره میرم یه وقت دیگه هستی فکر میکردی کو نمیرسه ولی آدم با آدم میرسه. من دیگه از خود سالم نود چون بشه یعنی بیشه مسالم تره گودی متقامیه نه ولی بیشو یا برگردون گفتم دیگه چی دیدی تو اینستاگرام رو بینم. بعد دوباره 5 دقیقه بعد برگشت گفتش که نه ببین هستی این سری واقعا جدی اما اینا یه سوال خیلی شخصی داشتم، اگه واقعا شخصی از من بپرسن یا نه که نه. گفت فلانی که اونجوری شده بود واقعا راست میگفت که اونجوری شده. یا گفتن که آره اونجوری شده. گفت مرسی که مشکلم حل کردی. من دیشم تا ساعت چون بگفتی صبح تا ساعت چون گفتلی 10:30 خانم من تو اتاق بودم. دیشب 10:30 باشه من بچه‌جون من تو اتاق بودم یهو دیدم خیلی عجیب یهو همه جا خاموش شد. بعد سر ساعت گوشی می‌دیدم 10:30 اومدم بیرون گفتم دارید میخوابید واقعا؟ بابام گفت مامانت خوابیده، یعنی مثلا بابام قبل 10:30 خوابید 10:30 اینا فقط چرا من دادم یعنی من حوصله سر یعنی چیزی حس غریبی منو گرفت. البته هم داره خدای بچه‌ها خیلی برای کار و مشغله و شب زود میخوابید اینجوری ولی خدا خونه خاله‌ام زینب راست میگه یهو خاموشی و خاموشی سیاهی مطلق. تو اصلا میگه اوکی این حرفا برام انزلی
برم انزلی خوش بگذره. آره کاش که با ما زندگی میکنه. این که میگه که حوصله منطقه این باید با ما زندگی میگه ساعت 10:30 این باید افسرده میشه. ما این بریم تیمارستان دید. من فکر میکردم که میگه خونه ما زینب حوصله‌اش سر میره، منم حوصله‌ام دوتایی با هم دیگه خلاص. نه بابا تو من جای تو سرصدا میگه من این یه پیله قاشق ور میداد، قاشق خدا رو تو سر شما اینجوری هم میزد که حوصله‌تون بیاد پایین. با این شما میرفتی، اگه شما با این زندگی میکردید شما از غم و غصه زیاد ساعت تو فهم و شور وای. این بچه دختری آخه داریم. چه دختری داریم یعنی دلش ما پاشیم حتی چایی بدیم برای خودمون. ببین اون پستا اصلا یعنی دیگه نمیریم بیرون، دیگه خونه نشین شدیم با این چشماتون همه ببندین، چشماتون همه ببندین، احساس بکنین ما جاده ماسوله نشیم. قرار بود مثلا بریم ماسوله، برفم بود دیگه جاده ماسوله یه خانمی رشته خوشکار درست کرده و این چیه؟ اون اسمش چیه خانم؟ تیرشکی شگنپور. اگه قبلا آموزششو دادیم یا نه؟ آره فکر کنم یه زمانی داده بوده. اگه بازم دوست داریم براتون بازم میذارم. کامنت کنید دیگه بچه. قلم مواد شکر و داشتیم داشتی میگفتیم قلماش بیشتر شد. آره به بعدش میگم با 3 قلمش هم فکر میگم قانونش 3 قلمه: ماست، آرد، تخم مرغ با 3 قاشق شکر. این شد 4 تا. اون مواد توش چیه خواهر؟ اینی که دیگه همه داره. ولی بعدم نگو حالا اینا مثلا بهش چی میگم مثلا؟ که اصل که من بزن دختر اصل که من بزن یو بگو فقط چیه؟ که اصل که من بزن تو اصل منظورش از 3 قلم همون 3 قاشقه، مثل 3 قاشق روغن، 3 قاشق ماست. 3 تا تخم مرغ. نه یه تخم مرغ، یه تخم مرغ 5. بخدا چی هم توش نیست اینا. حالا شکمپور نه خیلی شیرین بود، من خوردم خیلی خوشمزه. نه توش چی نیست. آره من به خاطر این قشنگه و این کم شیرینه بیشتر برای ماما اینا خوبه. از مواد رشته خوشگار زیاد اومده بود توش ریخت. اصلا عاشق ابتکارا یا گردن انجام میده ولی داخلشو ببینید. با عسل و یا مربا هم میتونین شیره با عسل. شمی فکر کنم رولت دار. بچه‌ها من میخوام ببینم استعدادشو دارم. گفتم به حسی یک کم به من اول آموزش بده، یه ذره بزنم ببینم میشه که بعد برم دنبالش، اگه نه که دیگه تو اوج خدافظی کنه. خب ساز من الان 8 تا نوت داره و من اسمشو الان بهت میگم. توی این نوت 2 تا لا داری. این لا پایینه، این لا بالاه. به این میگیم دو، سی، ره. لا رو فهمیدم. خب دو لا اینی که سمت راست توه و بغل لای میشه دو. سمت چپ میشه سی. حالا اینو به من بگو. لا پایین، لای بالا، دو سی. می، ره، سل، فا. دو سی رو فهمیدم، اونا نه. می رسلف رو لارنا همیشه حالا این اوایلشه، منم مثل تو آگاهیشو نداشتم ولی تو تمرین دستم اینها رو فهمیدم. برای اینکه دستت قوی بشه میزنی یه صدای رسایی داشته باشه. مثلا یکی از تمریناش این بود که با انگشت صفر شروع میکردی یه دور همه رو میزدی. چجوری؟ لا، سی، دو، ره، می، فا، سل، لا، دو، سل، فا، می، ره، دو، سی، لا. آره میتونی مثلا به عنوان حالا آموزشت میتونی رو سازت با ماژیک وایت بورد بنویسی که این لا، این دو، این سی، این می، اینا رو بنویسی. بعد این انگشتتو زدی میری سراغ این انگشت. همه این یک دور تمرین رو باید با این انگشتات بری که اینا قوی بشه، صداش در بیاد. حالا با این لا، سی، حالا با این انگشت بچه‌ها عذرخواهی میکنن، انگشت میانی خیلی سخته صداش در بیاد. خیلی این سخت، اصلا از اینجا به بعدش دیگه سخته. مال منم صداش در نمیاد. انگشت وقتی میخوای بزنی همش با خودت فکر میکنی چرا صدا نمیده، فقط به خاطر اینکه تو اینجوری میزنی. اینجا رو زیاد منقبض میکنی، فکر میکنی هر چقدر دستتو منقبض کنی صدا بیشتر نه، فقط شلش کن مثل یک بادی که میاد و میره. بعد این انگشت اون باد بعد نه
نه راست میگه، تمرکز رو این دستا احساس ببینم خیلی این دست اول من یه به خدا اینجوری نیست. حالا اینا سل مطمئنم که سل سی یه لحظه اصفایی میکنم فقط رو این دایره ها دوستان اینو بهتون میگم که اگر جایی رفتید که اون شخص هنگ درام داشت نزنید و اون شخص رو عصبی نکنید. به اینجاها اصلا نباید ضربه بزنید، فقط اطراف چون نزنید. اینجوری بزن اینجوری بابا سخت شل کن نیاز نیست الان از این انگشت بزنی، بیا با همین انگشت راحت شروع کن. احساس نمی‌کنم راحته. این چی بود؟ دینگ. آفرین چه صدایی. نه اینو نگه داریم. من کل این آهنگ رو اشتباه زدم ولی شما نفهمیدید. این آهنگ رو قبلا شنیدید، برید ویدیوهای قبلی رو ببینید بعد دوباره بیایید همین تمرین نکردم. من فهمیدم ولی کلا دوست دارم. چرا قشنگ بود که چی شو اشتباه زدی؟ به خاطر اینکه این حواس من رو پرت کردم. آره استرس وارد میکنم. حس خوبه. نگفتی تقدیم میکنم به مادر عزیزم به خاطر تمام محبت هایی که از بچگی تا حالا به من کرد. بگو دیگه کدوم محبت؟ تقدیم میکنم به مادر عزیزم. یا همیشه دوست داشتم توی کنسرت یا این بلند تقدیم. من وقتی به جای رسیدی بلند واسه بچه این آهنگ رو همتون ناله البته اون فیلم رو دیدید شنیدید ولی من میخوام این احساسی تقدیم میکنم بهش و اینا. به کی؟ به شما. بگو مثلا بگو تقدیم میکنم. این اول این آهنگه خب فقط 1 ثانیه است. خب اینو زدم بعد بهت میگم معنیش یعنی بابا چی معنیش چی نمیشه. 1 ثانیه که میشه تمام. تمام ادامه داره که من ادامهش رو دارم ترمیم میکنم چون آهنگ فیلم بچه ولی میدونی اسم این آهنگ چیه مامان جان بگو. یعنی استی یعنی چی؟ یعنی بمون. من هستم. همیشه هستم خانم. من کجا رو دارم برم؟ همجا هستم. وای بچه من وقتی این فیلم رو دیدم انقدر احساساتی شدم به خاطر این آهنگ فقط و دارم یادش میگم ولی الان ولی من متاسفانه به مادرم داره میخوابه. الان وقت خواب نیست. الان 2 شبه. الان وقت میخوابه. باور میدونم نمیشه. فقط یه بار. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. دست ما جلو باید باشه. سنگو میخوره. آره دیگه. اول میبلعه. اول اینجوری میکنی. سنگ سیمین جا کاغذ یه دور ببخشید نشون میدید بابا تو دستمون بود دیگه. حالا باید اول ببینیم اینا دوستان دیدی داغل بادن. باشه برو. نه وایسا تا اونجا بیاد دیگه خواهر من. سالکی ببینیم دیگه. خب عادل نظر چیه؟ اونا 2 سال که اصلا کلا ول کنه. بیا روی این 2 تا. الان گوی مامان دستم پاره خوش کن از زمان گذاشت. خیلی ممنون. Yes. دیدی با کشم.
صفی یا از ساقی من نعم قرمز ولی آبی. بیا آقا چجوری دارم بازی میکنه با ما رو مسخره چند چلا کارا دارم. یعنی بازیش اینجوری که باید کلا شانسی بگیر. این پوچه نه باز نکن بگم پوچ اینو پوچ. نه اون مسخره نه بازی نکنه بیا چون فکر کنم این مغز عادل. بذار دونه پوچ کنیم. اینو پوچ کنیم. اونو پوچ کنه مانی. اینو اینم پوچ کنه مانی اینه. نه عاشق حرکت های دست مامانت هم اینجوری کرد. وایسا اگه میتونی رو بدونی اون حرکت رو بدونی اعصابشون به هم میریزه با من. خود انگوش خیلی سخته. چه کار داری میکنید؟ مشت پله اشم اینو پوچ کن. اون پوچ کن. چجوری پوچ کرد دستش؟ اشم اونو پوچ کن. فکر کنم اینم پوچ اون آقا یه دقیقه بمون. باز کنم سریع بگی. اینو پوچ کن. اونو پوچ کن. پوچ کن دیگه. تو دست اینه ولی نمیدونم. باز خودتون بگید. بگی دیگه آقا اینجوری اب نداره دیگه. گلو تش بزن. ما اونجا آدم چیز نیستیم. نه منم فهمیدم اونه. بچه نگاه کنید. واسه دار عوضی جا من. اونی که دو بود. اینو پوچ کن. پوچ. اونم پوچ. میدونستم تو دستم اون نیست. پوچ. استرس داری یا حس میکنم تو دست این شاید 1% ولی حس نمیکنم تو دست اینه. احساس میکنم شما هیچ حسی نداری. نه بگو ما پشت دیدیم هر کدوم رو گفتیم ما قبول آیا پوچ کن. ما میدونستم تو دست خودشه. یعنی میدونستم. یعنی اون لحظه‌ای که گل دادم تو دستش به ایران اول اینو صفر کرد. بعد لحظه گفتم زاش گفتم یه دور دیگه میخوای بیاری واسه الکی. خب دیدیم ما چرت برمی چرت خودت اینو پوچ کن. احساسم تو دست خوش هست. اب نداره. اگه پوچ بود اب نداره. اگه پوچ من یه چیز بگم سریع این دوتا رو پوچ کن. من دیگه سریع پوچ نکن. خب نگاه هر کسی که اکرام پشت بدونی میگه بگو. ستاره همچی پرقدرت اومد. واسه ببخشید سوراخ‌ها رو هم نبود. سوراخ‌ها رو هم نبود. یا خیلی عیب بود. یا علی پوچ کن. وا خب وایسا پوچ کن. این داره من خواهد زینب خواهد دوتا چرا زینب بردمت خونه میدونم دست یا نه سریع اشاره بگو نگو من پاش دادم اینه یه کو نمیذارم ببرتت خونه هندوانه رسیده است. مثل شیشامتون شما چی کدوم؟ میگه؟ نگید باز کن و به من برای که بگید. ما رو گمراه کنه مامان پا خیلی نشستم تو تو چی فکر میکنی؟ اینه برای که تو چی فکر میکنی؟ فقط نیفته تو چی فکر میکنی؟ نگو باز کن و به من بگو. نمیدونم واقعا شاید هم زینب داشته باشه گله. ما رد گم کردیم گفتی دوستان ببینید باشه بابا بیا پایین بابا اینجوری کن خاله. بابا اینا اصلا یه کار میکنم معلوم نیست. آره اصلا به اشتباه بازی میکنن. اینا جانکنش میکنه جانکنش آقا اونجوری نکنید. تو بیا خب آره
ببین این گله اینو پوچ کن اینو پوچ کن اون پوچ کن این گله اینم پوچ کن شما اون گله من گله. اون شکل گله دارم آره اونو پوش کن ببین چرا من مشکره گفت آفرین اینجوری نمیتونم دستمو باز کنم ببینم. بیا تو دست تو. اصلا من ندیدم گل بابا تو کدوم بود. بازی با اینه اینجوری که یعنی داره من گرفتم من گرفتم بس آخه یعنی چی 2 تا دست اون برای عادل 4 تا دست اینجا داره اینو پوچ کن شما پوش کن من اصلا عاشق حرکت اینو پوچ دست کن خب پس الان دست اونه نه اینو پوچ اونم کن مشکوکی اینو پوچ کن نه تو دست اینه الان اونه اون تو پارازش بفرم آره اونه احتمالا نه من میگم اون نیست نه احتمالا من من میگم چیکار کنه خیلی خوب پودر میکنه دستشو ما اصلا روی هم نیستیم بابا این اصلا این برای میزن ببینید آره دیگه باز نیست آقا یه دونه بالا تو بیا عشقم بیا من دیگه نمیخوام آخه بیار پایین اینو پوچ کن زر نزن سیمی اون پوچه بکنم وایسا من به شاه احوال شک دارم یه مقدار ولی من به تو مامانم دستش شک مونده دارم این اینو نریخته پوچ تو کن دست اونا سلام بچه‌ها جون ما بالاخره حوصله‌مون سر رفت و اومدیم شهرداری به پیشنهاد به مادرجون پیشنهاد مادرجون که خیلی معتقد بشید تا حالا شهرداری بچه جون خیلی فقیرانه و گدایانه اومدیم اصلا پول نداریم و تمام پشت پناهمون به آقا عادله. شاید درد سوال بشه که آقا عادل کو آقا عادل به خاطر پادر دیگه گریبانشو گرفته تو ماشین نشسته ما اومدیم میرو به نیابت از اون الان حسی جون یه ماگیده ولی پول نداره بگیره ولی متاسفانه ما رد کارت آقا عادل هست اقساط هم میدونم بچه‌ها اونو میخوای بگیرم نه این روحه رو نمیگی مگه همونو میخوام میخوای بگیرم نه جان من بگیر نه جان تو مامانم 120 تومنه خب بده اینو میخوام بگیرم نه بده من کارت همسرم با نه بذار کارت ندارم بچه‌ها ببینید عادل تبازی ببینید بچه‌ها جون ستاره رو میبینید که با کارت همسر دستتون در نکنه ممنون مرسی 6457 بده این که چیزی نیست نه بابا بچه‌ها جون هستی دچار بیماری روانی اگه نمیدونید بدونید دیگه باید زیاد به دستش چیزی ندیم وگرنه گیر پاری میکنه این از قبل که بیاد به یکی الان ستاره رو باید بگیره خیلی خوشگله ببین میخوای بپرس اونا چند اینا چنده؟ خب پیجتون رو بدید حالا ما داشته باشیم بعد یه فکر بچه جون پیجشو براتون میدم اینجا میشه به من بگید که بقیه 6457 نه من برات گرفتم بچه جون میبینید که همه چی رو نگاه میکنن الهی برات بمیرم آقا عادل اصلا بدترین اشتباهی که یه آدم میتونه تو زندگیش بکنه اینه که به ما اعتماد بکنه و کارتش رو بده به ما اینو من اینجا مینویسم یعنی اینجا گفتم که شما بدونید ماما اینا رو گم کردیم اونجا منتظر گمج نمیدونم کنون سمت بذار خاله کم الان زنگ بریم اونوری نه اونوری پیدا فکر میکنم اینا دستساز باشن خیلی
خدا ناراحت میشم. اصلا این عادل پول عادل آره نداره اصلا عادل حساب کاکا برادر. بچهای عزیز بچهای عزیز مامانم اومده شهرداری ولی متاسفانه میگه همین روز منو بیاری. من شب حالیم نمیشه. خبری نیست. چرا همین خبر گفتم چشماتو ببند فکر کن الان روزه همینه. بچه‌ها جون مادر جون با یک تیپ فوق لاکچری اومد. مثلا عاشقانه. بچه‌ها خیلی مدت این شهرداری ولی شهرداری هیچ عوض شد. اصلا نمیفهم. فقط درگیر اسبه. فقط میگه اسب کجایه؟ میرزا کوچک‌ها کجا نشسته؟ اسب کجایه؟ چهارگون سر اشتباه خب مرسی که تا اینجا پیش همراه ما بودید. مادر جون خلاصه اومد بعد 10 دقیقه گشتن گفتش که روز شب مرا حالی نیه روز مرا ببرید. در واقع خسته شد و گفت دیگه بریم و همین زینب رهبر رشت. من اصلا هیچ حسی ندارم به این حیف میکاپی که هستی کرد خیلی وقت گذاشت خدایی. بچه جون همین دیگه چی بگم شهرداری گردیمون تموم شد. نه چایی میخورن نه کباب میخوام بخورن. غروب جمعه من گرفته. نه بابا اونجوری هم نیست قشنگه دیگه با صفای انقدرم شلوغه. اینم راسته چایی و غذا و بیا با خالی میام. بچه‌ها مادر من کل هزار خیال میبینه. کل هزار خیال جریان داره. بعد میگم شب آوردی میگه نه روز بیام آدما رو ببینم. ما این هم آدما هم آدمان هیچ فرقی نمیکنه. خانم میخواد عکس بگیره. میخواد عکس بگیره اگه میتونی. چطور یک سگر بگیر؟ دیدم مشخص بدون پشت. مامان من با کت من فقط لباسشو ببینید. خیلی یهویی اومدیم برای بازارگردی و دوست دارم برم برقصم ولی میترسم. مامان چجوری مجذوب شده. باشه از این سر بازی با تو انجام فقط لباس سرده شده. چی شد؟ خب نگاه میکن. هیچ مادر حال تمام مادرم سخت در حال تماشایی هست که آقای داره توپ رو دستش میچرخونه. کار خیلی خوبیه هنر خیلی قشنگیه. کار هر کسی نیست بچه‌ها. این روز نداره. مامانم اگه روز بیاد این نیست فقط شب. بابا جان این چه شهرداری رفتم بود. نه کباب کثیف خوردیم نه چای خوردیم. تو راه هم من هر چقدر اصرار کردم که بریم بستنی خمام. مامان گفت نه دیگه الان دیگه سنگینیم بریم خونه. ما همیشه از خونه سیمین دیر میرسیدیم و من حوصله‌ام سر نمیرم. امشب دیگه زود اومدیم دیگه به همین ساندویچی که از خونه سیمین درست کرده بودم با خودم آوردم بسنته کردم نشستم دارم ساندویچ میخورم. مرسی که امروز همراه ما بودید. امیدوارم که لذت برده باشید. آدرم پاش همچنان درد میکنه دیگه. بهش گفتم که بریم از داروخونه یه پمادی هست که واسه درد و اینا میزنن. گفتم بریم اونو بگی. شاید اصلا کلا کیسه آب داغداری میذاری اون بیشتر اذیتت بکنه باعث شده باشه که پات مثلا دردش تشدید بشه. آره میذارم که آروم میشه. درستش کم میشه. اصلا بلند نمی‌سیدی. سر میخوام موتوره. خب از منم اینو بخورم بعد. تو چرا دیشب پاشو بخوام اینو پوشیده خواهم. نه انداختی هم شده. دیشب من عادت دارم زیاد نمیتونم لباس گرم بپوشم موقعی که دارم میخوابم ولی انقدر سردم شده بود هنوزم رو تختی جدیدم و یعنی رو تختی زمستونیمو ننداختم دیگه. یهو سردم شد میگشتم دنبال لباس یه جوراب زخیم پیدا کردم پوشیدم و دیگه این سویشرت رو برای مارمون صبح خوابیده بودی خدا خندم گرفته ولی نمیدونم حال نداشتم برم پتو بیارم.
مرسی که امروز همراه ما بودید. امیدوارم که در کنار ما لذت برده باشید، از ویدیو حس خوب گرفته باشید. ممنون که همراهی میکنید. ویدیوها رو دوست دارید بچه‌ها یادتون نره لایک کنید برای حمایت. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. دوستتون دارم. منم دوستتون دارم.